سلام، صبح بخیر بیننده ارجمند. عبدالله اشرف هستم در خدمت شما. نویدی بامدادی آزادی را طی چند دقیقه بعدی تقدیم میکنم. امروز پنجشنبه 11 اکتبر است. ابتدا نظر میکنیم به وضع باد و هوا. هوای دوشنبه بنابر پیشبینی آژانسی باد و هواسنجی به بارش روزانه 20 درجه گرم خواهد شد. پیشبینی می شود هوای شهر پراگا در دوام روز 22 درجه گرم شود. نخست شروع کنیم از اظهارات اخیر کمیته دولتی امنیتی ملی تاجیکستان. این کمیته با نشر یک گزارش تلویزیونی شام 10 اکتبر از وضع جنایتکاری در ولایت مختار بدخشان به شدت انتقاد کرد. مسئولین این نهاد میگویند گروه‌های متشکل جنایی در ولایت بدخشان چنین وانمود میکنند که گویا به حیات آسایشته برگشتند، اما به قول مقامات دلیل‌های آشکار کرده آنها نشان می‌دهد که این دعوا باطل است. در گزارش کمیته دولتی امنیتی ملی گفته می شود که هرچند از ساکنان ولایت شماره زیادی سلاح و لوازمات جنگی مصادره شده است، ولی تا هنوز سلاح در دست اشخاص علاهده باقی می ماند. به حساب مقامات قدرتی در 5 سال اخیر از ساکنان ولایت زیاده از 1500 عدد سلاح مصادره شده. 235 نفر باشندگان ولایت در این رابطه به جوابگری کشیده شدند. ضمناً به حساب مسئولان کمیته دولتی امنیتی ملی فعلا ولایت بدخشان از روی جنایت‌های وابسته به گردش غیرقانونی سلاح و مواد مخدر در تاجیکستان در مقام اول بوده است. این حالت به قول مقامات تاجیک باعث نگرانی بوده، یک مسئله داغ روز است. با ذکر این همه مقامات کمیته دولتی امنیتی ملی از رهبران یگان گروهی متشکل جنایی دقیقاً نام نبردند، اما بعضی از اشخاص تاثیرگذاری بدخشان که از آنها پیشوایان غیر رسمی هم نام میبرند قبلا به رادیو آزادی گفته بودند که برای برقرار کردن ترتیبات در بدخشان با مقامات همکاری میکنند. از جمله طالب ایامبکوف در یک صحبت خود به رادیو آزادی گفته بود که آماده است در امر کمک در تامین ترتیبات مساعدت کند. رو آوریم به خبر دیگر. فعالان جمعیت ازبکان تاجیکستان معرکه جمع‌آوری امضا برای به جایزه صلح نوبل پیشنهاد شدن نامزدی رؤسای جمهوری تاجیکستان و ازبکستان امامعلی رحمان و شوکت میرزیویف را شروع کردند. این پیشنهاد روز 10 اکتبر در جریان یک همایش جمعیت ازبک تباران جماعت گلستان شهر وحدت صدا داد که با شرکت صدها نفر جریان گرفت. محرمه میرزا علیه و رئیس انجمن ازبک تباران تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که تصمیم اعضای جمعیت این شد که باید به خاطر قدردانی زحمت‌های دو رهبر در امر بهبود روابط امضای جانبداران جمع‌آوری و همراه با متن آن به کمیته نوبل سپرده شود. در تاجیکستان برای بار اول سال 1998 یک سال بعد امضای سازشنامه صلح میان حکومت و مخالفین، مجلس نمایندگان تاجیکستان پرزیدنت رحمان را به جایزه نوبل پیشنهاد کرده بود. در ازبکستان هم موضوع پیشنهاد شوکت میرزیویف به جایزه صلح نوبل تابستان سال جاری یک سال بعد ریاست جمهوری او از سوی یک وکیل سنت ازبکستان مطرح شده بود. اسم برنده جایزه صلح نوبل هر سال ماه سپتامبر اعلان و خود جایزه ماه دکبر تقدیم می شود. سال جاری دو فعال جمعیتی از عراق و کنگو، نادیه مراد و دنیس موکواگه که ضد استفاده تجاوز جنسی به عنوان سلاح جنگی برآمد میکنند برنده این جایزه اعلان شدند. در گذشته باراک اوباما، اسحاق رابین، میخائیل گورباچوف و دیگر رهبران سیاسی و جمعیتی برنده جایزه با نفوذ نوبل شده بودند که شروع از سال 1901 تقدیم می شود. سندهای محاسبی را 5 سال حفظ کنید مبادا پرسیده شوید. در تاجیکستان من بعد اتحادیه‌های جمعیتی موظف شدند دارایی‌های خود از جمله مبلغ‌هایی را که همچون گرانت از داخل و خارج دریافت می‌کنند به نهادی که در آنجا ثبت نام شدند حساب دهند. حمیدالله مشربزاده معاون رئیس بانک ملی تاجیکستان که در اجلاس پارلمان این طرح را معرفی می‌کرد گفت این اقدام با پیشنهاد سازمان مبارزه با شستشوی پول روی دست گرفته شده است و هدف از آن تأمین شفافیت است. در طرح تغییر علاوه ها اتحادیه‌های جمعیتی موظف شدند که هر سال حسابات مالیوی خود را که در آن عاید به درآمد و خرج و صرف مالی خود معلومات مفصل درج شده است در سامانه خود انتشار دهند. بر علاوه اتحادیه‌های جمعیتی وظیفه‌دار کرده شدند که عملیات پولی داخلی و بین‌المللی خود را که در مدت 5 سال گذشته انجام دادند و معلومات درباره رهبران سازمان و شخصانی
باورناک را با مقامی که ثبت نام شدند ارائه کنند. بیننده ارجمند، نوید بمبدادی را با خبر دیگر ادامه می‌دهیم. دو شهروند روسیه که بریتانیا آنها را به زهرآلود کردن کارمند پیشینی اداره استخبارات روسیه سرگئی اسکریپال و دختر او یولیا متهم کرده است، سال 2014 یک سفری مخفی را در چخیا انجام دادند. این سفر در حالی بود که اسکریپال نیز در چخیا حضور داشت. در این باره رادیوی چخیا با تکیه به یک منبع استخبارات خود خبر داد. بنابر معلومات رادیو، اسکریپال هنگام سفرش با کارمندان خدمات استخبارات چخیا ملاقات کرده راه‌های آشکار کردن جاسوس‌های روسیه را به آنها مشورت داده است. با گفته همصحبتان رادیوی چخیا، این دو نفر که بریتانیا آنها را پتروف و بشیروف معرفی کرده است، از پس اسکریپال پنهانی نظارت می‌بردند. رادیوی چخیا میگوید شهروندان روسیه با شناسنامه‌های پتروف و بشیروف به این کشور سفر کردند. پتروف نیمه ماه اکتبر سال 2014 به پراگ آمده است. با گفته ژورنالیستان چخ، این سفر شهروندان روس نه تنها در مد نظر استخبارات حربی چخ بود، بلکه مرکز ملی مبارزه با جنایت‌های متشکل نیز آنها را تحت نظارت قرار داده بود. خبر دیگری داریم از پاکستان. در پاکستان رئیس مهمترین خدمات اکتشافی ICI عوض شد. در اظهارات نظامیان گفته می شود که عاصم منیر به جای گنرال لیتنانت نوید مختار رئیس ICI تعیین شد. مختار به نفقه برآمد. منیر در ماه سپتامبر به رتبه گنرال لیتنانت پیشبری شد. در گذشته منیر رهبری خدمات اکتشافی نظامی پاکستان و فرمانده نیروهای پاکستانی در سمت شمال این کشور بوده است. خدمات اکتشافی ICI در هماهنگسازی سیاست خارجی پاکستان و از جمله معین نمودن سیاست در قبال افغانستان نقش کلیدی دارد. همچنان کارشناسان تخمین میکنند که ICI با طالبان افغان و دیگر گروه‌های جنگجویان اسلامی روابطی نزدیک برقرار کرده است. ایالات متحده آمریکا و افغانستان پاکستان را با تأمین پناهگاه به طالبان جنگجوی متهم میکنند، ولی پاکستان این اتهام را قبول ندارد. بگذاریم به خبر دیگر. صندوق بین‌المللی پول میگوید آماده است تاجیکستان و مردم آن را دستگیری کند به شرطی که حکومت چند اصلاحات را روی دست بگیرد. یک هیئت این سازمان با رهبری پدمجای خندلول از 16 تا 26 سپتامبر در تاجیکستان قرار داشت. خانم خندلول پس از سفر در اظهاراتش گفته است صندوق بین‌المللی پول از چند اصلاحاتی که حکومت برای برقرار کردن باوری امانتگزاران با بانک ها راه اندازی کرد جانبداری میکند، اما خندلول میگوید که این هنوز کفایه نیست و برای پوره اجرا کردن توصیه های این سازمان از سال 2016 انجام دادن کارهای بیشتر ضرور است. در ادامه این مسئول صندوق بین‌المللی پول بر رفع مشکل دو بانک بزرگ دچار مشکل شده اشاره کرده تاکید کرده است که حکومت برای حل مشکل این بانک ها چاره های سریع بیاندیشد. هرچند گفتن نمی شود منظور از چاره های سریع چیست، اما همصحبتان آگاه رادیو آزادی از جریان مذاکرات تاجیکستان با صندوق بین‌المللی پول میگویند این سازمان از تاجیکستان طلب دارد که تاجیک صادرات بانک و اگرو اینوست بانک را مفلس اعلام کند، اما مسئولان از بلوک اقتصادی حکومت با رادیو آزادی میگویند با این شرط راضی شدن نمیتوانند، چون این دو بانک مشتری زیاده دارد و مفلس اعلان کردن این بانک ها امانت های مردم را زیر سوال میبرد. خندلول در اظهاراتش گفته است صندوق بین‌المللی پول آماده است برنامه‌های اصلاحاتی تاجیکستان را مبلغ گذاری کند و با مسئولان دولت در این باره ارتباط خوب نیز دارد. تنها او گفته است بعضی از جزئیات را باید برای این مشخص کرد. تاجیکستان از سال 2015 این جانب تلاش دارد از صندوق بین‌المللی پول 500 میلیارد دلار قرض امتیازدار دریافت کند، اما این سازمان آمادگی خود را برای تخصیص دادن 300 میلیون دلار به شرط اجرای چند اصلاحاتش از سوی تاجیکستان اظهار داشته است. بیننده ارجمند در شماره‌های قبلی در مورد قرب اسعار از ما پرسان شده بوده. طبق قرب مقرر کرده بانک ملی امروز 100 دلار آمریکایی 942 سامانی، 1000 روبل روسی 142 سامانی و 100 یورو واحد پولی اتحاد اروپا 1084 سامانی ارزش دارد. اینجا رسیدیم به پایان اخبار بامدادی رادیو آزادی. برنامه‌های نو و تازه ما در پیشند، با ما باشید.